تمام رسانه‌های دنیا امروز از یک خبر میگویند. بی‌سوادترین دیپلمات زمان، بی‌سوادترین دیپلمات در عصر ما، این پرزیدنت کنونی فرانسه به بزرگترین خطا راه داد. جنگ با تمام مسلمان های دنیا اعلان کرد، چون که مسلمان عادی هم بر ضد همه گونه کاریکاتورها است، چون که مسلمان قطاری از پدر و مادر فرزندش زیادتر پیامبر صلی الله علیه و سلم را دوست می دارد. یک سخنی عادی و هر روزه عرب ها و دیگر مسلمانان چنین است: پدر و مادرم فدای خاک پایت ای پیامبر. ببینید، یک خطای رهبری یک کشور تمام دنیا را به جنگ می کشد. امروز چندین سفارتخانه های فرانسه در دیگر کشورها به آتش غوطید. ببینید، این افسانه نه، این فکت است. اگر امروز دولت های عاقل به چنین نابکاری های مکران خاتمه نبخشند، پس وای بر حال تمام دنیا می شود. از 7.5 میلیارد اهالی زمین قریب 2 میلیارد مسلمان ها است. هر یک مسلمان بر ضد این کردار بد مکران است. ببینید الله تعالی چی میگوید. سوره هجر آیت 95: و هرچی امر شده ای دعوت به سوی حق، صریح و بلند بگو و از مشرکان روی گردان باش و اهمیت نده که چی میگویند و چی میکنند. ما مکر و اذیت و آزار مسخره کنندگان را از تو باز می داریم. آنان یعنی مسخره کنندگان که با الله معبود دیگر قائل می شوند و بتان را با خدا می پرستند، پس بزودی آنگاه که عذاب دردناک دوزخ آنها را فرا می گیرد، نتیجه شرکشان خواهند دانست. ببینید، الله وعده می دهد و وعده الله عملی است و بزودی نتیجه این نابکاری ها هم در دنیا و هم در آخرت عذاب خواهد بود.